توجیکستان همچون کشوری تشبثکار در حل معماهای بین المللی از جمله آب و اقلیم پیشگیری از آبشوی با سرعت پریخا تدبیرجویی میکند. پرزیدنت جمهوری توجیکستان محترم امامعلی رحمان بارها از منبرهای بلند بین المللی درباره آبشوی پریخا در جهان و پیامدهای آن در نتیجه تغییر اقلیم بیان افکار نموده، در ملاقات یکم سطح بلند اوید به مسئله های آب و اقلیم در شکل ویدیو کنفرانسی که هنوز 3 مارس سال 2021 برگزار گردیده بود، پیشنهاد نمودند که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخا اعلان گردیده، سانحه روز جهانی حفظ پریخا معین کرده شده، بنیاد مخصوص بین المللی حفظ پریخا تأسیس داده شود. قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به سال بین المللی حفظ پریخا که با پشتیبانی بیش از 150 دولت جهان قبول گردید، نتیجه این تلاش‌های پیگیرانه می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه پیشنهاد سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 14 دکمبر سال 2022 ضمن جلسه 77 سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریخا و 21 مارس را روز عمومی جهانی حفظ پریخا اعلان نموده، در نزد سازمان ملل متحد فاند باوری بین المللی برای سهمگذاری به حفظ پریخا را تأسیس داد. اینک با قبول قطعنامه در سمت حفظ پریخا، پیشگیری از آبشوی با سرعت پریخا در پایتخت مملکت شهر دوشنبه دهها همایش و کنفرانس‌های سطحی بین المللی با اشتراک کارشناسان مسائل اکولوژی عالمان دایر کرده می شود که ضمن چنین همایش‌ها مسائل مربوطه تحلیل و بررسی و برای بهبود وضع تدبیرهای مهم روی کار می آید. لازم به ذکر است که دوام 10 ساله آخر آبشوی با سرعت پریخا تحت تاثیر تغییریابی اقلیم به تهدید گلوبالی سیاره تبدیل یافته است. طبق پیشگویی‌های کارشناسان، در شرایط تغییریابی اقلیم در آخر عصر 21 31 پریخای کره زمین از بین می‌روند. آبشوی پریخا موازنت اکولوژی را ویران نموده، برای گردش آب در سیاره تهدیدهای جدی ایجاد می‌نماید. پهلوهای مختلف مسئله حفظ محیط زیست، پیامدهای تغییریابی اقلیم و نقش تاجیکستان در جلب جامعه جهانی به حل این مشکلات ضمن هر یک ملاقات و کنفرانسی ها بررسی می‌گردد. واقعا تشبث‌های رهبر محبوب دولت ما محترم امامعلی رحمان جهت حفظ آب، حفظ پریخا و عموما پاکیزگی سیاره، این اول این که این ادامه عنعنه‌های تمدن آفری این ملت بزرگ است. دوم، این تشبث جهانی پیشوی معظم ملت یک درسی سیاسی نگاه داشتن پاکیزگی سیاره و در همین اساس تأمین بی‌خطری، امنیت، هم آسودگی مردم سیاره و هم اقتصادیات و اجتماعیات مردم جهان است. مقصد اساسی تشکیل و گذراندن کنفرانسی ها جلب توجه جامعه جهانی به مسئله حفظ پریخا، تأثیر تغییریابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی به آنها معنی داد می‌گردد. پیشنهاد سلسله تشبث‌های مربوط به حفظ ذخیره‌های آبی و پریخا از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد برگزاری چنین کنفرانسی‌های سطح بلند عاید به حفظ پریخا در دوشنبه از آن درک می‌دهد که تاجیکستان همچون جمهوری کوهی و دارای ذخیره‌های بزرگ آبی و پریخی در مسئله حفظ پریخا نقش مهم می‌بازد. در حاشیه برگزاری کنفرانسی‌ها از جانب کارشناسان مرکز آموزش پریخا سلسله تدبیرها از جمله آموزش و مورد بررسی قرار داده می‌شود. حالت معاصر یخبندی‌های آسیای مرکزی و ارزیابی آبناکی دریاها، پیشرفت آموزش کریوسفر تاجیکستان، دستاوردهای معاصر و سمت‌های آینده‌دار، موضوع ایزوتوپ‌ها و تکنولوژی‌های معاصر در آموزش پریخ‌ها، علم و پریخ‌ها، فورم منطقوی عاید به مانیتورینگ پریخ‌ها و کریوسفر در آسیای مرکزی از تدبیرهایی است که ضمن برگزاری چنین کنفرانسی‌های سطح بلند مورد آموزش عالمان و کارشناسان ساحه قرار می‌گیرند. ما همگان می‌دانیم که تا چند سال اخیر بعد پذیرفته شدن تشبث‌های جهانی رهبر دولت ما، البته در تاجیکستان عزیز ما یک چند همایش‌های بین المللی برگزار گردیدند
ولی چنین یک برنامه، یک همایش، یک کنفرانس خیلی بزرگی که در نظر داشته شده در روزهای نزدیک در پایتخت وطنی عزیزمان شهر دوشنبه، این یکم که این از گویم که نه اینکه تشبسکاری بلکه در عمل اجرا شدنی این تشبسکاری و این برنامه ها از جانب رهبریت تاجیکستان شهادت میدهد. و دوم این توجه تمام عالمیان، عالمان، پژوهشگران، محققانی که در این باره یعنی کار میکنند، در این باره توجه دارند و نگرانی دارند جلب نموده است و این باعث افتخار است. باید قید نمود که در زمان امروزه رشد بی‌میلان اقتصادیات جهانی، علم و تکنیک، ساحه صنعت و کشاورزی باعث افزودن پرتوها و دیگر عامل‌های تاثیررسانی انسان به محیط زیست می شود که به تغییریابی بی‌سابقه اقلیم سیاره آورده رسانیده است. در این راستا تنها همگرایی و همپیمانی و متحدی و چهاره‌اندیشی عمومی جهانی وسیله یگانه پیشگیری حالت تغییریابی اقلیم محسوب می گردد. در این جهت مسئله تغییریابی گلوبالی اقلیم و ضرورت تلاش‌های مشترک برای رفع عاقبت‌های آن همچون مشکلات جدی زمان معاصر مورد توجه خاص مملکت ما تحت رهبری پرزیدنت محبوب ملت محترم امامعلی رحمان قرار گرفته است. علاوه بر این طی 10 ساله آخر به طور نظررس آب شدن پیریخ‌های تاجیکستان مشاهده می شود که پیامد آن برای تمام منطقه نگران کننده است. تمام مردم عالم امروز می‌خواهند که در سیاره ما آرامی و آسودگی باشد، سیاره ما پاکیزه باشد، پیریخ‌ها حفظ شوند تا اینکه مردم سیاره ما که متاسفانه قسمت زیادش امروز از آب آشامیدنی محرومند با آب آشامیدنی در سالهای آینده تامین گردند. قابل تذکر است که جمهوری تاجیکستان در سمت حفظ پیریخ‌ها و ذخیره‌های آبی با سروری به واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یکی از جایگاه کلیدی را در محور سیاست عمومی جهانی کسب نموده است. تحلیل‌ها و مشاهده‌ها ثابت می‌نمایند که تشبس‌ها و پیشنهادهای بین‌المللی پیشوای ملت تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان همچون مسئله‌های محوری و کلیدی در روزنامه عمومی جهانی سازمان ملل متحد قرار دارند. تمام کشورها، سازمان‌های منطقوی و بین المللی به آنها توجه دارند و در اجرای آنها سعی و تلاش می‌نمایند.